اردوتان رنادیلا. بسم الله الرحمن الرحیم. انصاف علی هدایت هستم و برنامه 139 مهندسی جهل رو با آشنایی با یک کتاب قدیمی، دستنویس، خطی، تخصصی، علمی آغاز میکنم. امیدواریم که با آشنایی با تمدن فکری و مکتوب خودمون بتونیم به ریشه هامون برگردیم و دوباره این درخت خشکیده ملت ما از ریشه های تاریخی خودش رشد بکنه و سایه بندازه بر این جوامع. Schedule stream no. Okay. نمیدونم، حالا مثل این که دوباره دستم به یکی از این دکمه های کامپیوتر خورد و مثل این که این برنامه که در یوتیوب قرار بود باشه از بین رفت. بذارید این رو، نه، امیدوارم که از بین نرفته باشه. به هر حال بریم سراغ کتاب قدیمی که امروز میخوایم بخونیم، ببینیم برای شانسمون کدوم کتاب پیش میاد. ما دیروز بذار ببینیم این خیلی بالا نریم. دیروز در مورد دلایل الخیرات یه مقدار خوندیم، یه چند صفحه از این کتاب حدود 1000 صفحه‌ای، 998 صفحه‌ای خوندیم. امروز دیوان مولانا لطفی رو ببینیم چی هستش. قرن 16 میلادی، ببینیم چی نوشته براش. در این بالا نوشته دیوان مولانا لطفی، دیوان گدا، قرن 16 میلادی، 332 صفحه PDF. همونطور که در روزهای قبل بود، ابتدا میریم سراغ کتاب که ببینیم این کتاب از نظر ظاهری و کاغذش چه شکلی دیده میشه. این کتاب ظاهرا صفحه اول نشون میده که در اروپا نگهداری میشه، یکی از کشورهای اروپایی، احتمالاً فرانسه هست. جلد چرمی تقریباً قرمز سوخته رو میتونیم ببینیم که در اثر مرور زمان رنگش در تماس با دست از بین رفته. بعضی جاها وسط کتاب هم یک حالا نقاشی برجسته رو تونستن اونجا ایجاد بکنن. این صفحه داخلی جلد رو میبینیم که در اینجا 2 تا عدد رو میتونیم ببینیم. یکی به نظر میاد که این 161 یه عددی باشه. حالا در مورد چی هست؟ 23 یه ماهی بوده که در سال 1900، 26 یه ماهی در 1900 این کتاب رو به کتابخونه دادن. در صفحه بعد، یعنی صفحه اول در اصل بعد از جلد، ما با دیوان لطفی مواجهیم، یعنی اسم کتاب، و دیوان گدا به لسان جغتای. خب در این میدونی که من در زبان ترکی، ما در ایران حق آموزش نداریم. زبان ما زبان غیرقانونی و قاچاق هستش، زبان آموزشی نیست و متاسفانه انسان‌های تحصیل کرده دانشگاهی و حوزوی هم که درس خوندن باید طیف اندیشمند و فکور جامعه باشند، بدون اینکه بپرسن که خب چرا زبان ما اینجوریه، آیا زبان ما کتاب‌هایی داره یا نه، این کتاب‌ها اگر دارن کجا هست، چرا در دسترس ما نیست، و این سوال‌ها رو بپرسن، چون نخوندن و ندیدن و اجازه ندادن اونها هم بخونن و ببینن، میگن نیست. زبان ترکی آثار ادبی و علمی و تاریخی و سیاسی و فلسفی و فکری و عرفانی و دینی و تفسیری و قرآنی و مذهبی و نمیدونم پزشکی و تاریخی و اینها نداره. یعنی مثل یک آدم، نگیم بیسوادهایی هستن که، یعنی اکثر بیسوادها آدمهایی هستن که اهل چون و چرا هستن، سوال میپرسن، دنبال جواب میگردن.
حالا یک آدم باسوادی رو که میبینن فکر میکنن اون آدم حتما در همه چیزها سواد داره و ازش سوالهایی رو میپرسن. اما آدم باسواد دانشگاهی متخصص، چه پزشک باشه، چه حقوقدان باشه، وکیل باشه، نمیدونم مهندس باشه، حالا در هر جامعه شناس باشه، روانشناس باشه، روانکاو باشه، نمیدونم علم آمار خونده باشه، ریاضی و فیزیک و شیمی و مهندسی و هر چی خونده باشه، اینها خودشون رو برتر میدونن، اعلم میدونن، ولی یک بار از خودشون نمیپرسن که، و هر کسی ازشون سوال بپرسه در هر زمینه‌ای جواب میدن. خودشون رو اینقدر عاقل و بالغ و عالم میدونن که در هر زمینی ازشون سوال بپرسید که تخصصی هم ندارن، آگاهی هم ندارن، جواب میدن. یکی از اونهاست که اگه بپرسید زبان ترکی، این بلا سر منم اومده، میگم نه، زبان ما با زبان ترکی استانبولی فرق داره، زبان ما با آذربایجان فرق داره. چه فرقی داره نمیدونم. و میگیم که نه، زبان ترکی چیزی نداره، من کتابی ندیدم. خب یا نخوندم، نداره، چون ندیدم و نخوندم پس نداره، به همین سادگی. در حالی که باید برگرده بگه خب یه ملتی که 1000 سال در این مملکت حکومت کرده، در این منطقه از چین تا قلب اروپا این گستره بزرگ جغرافیایی رو داره اداره میکرده و اداره میکنه، الان هم به هر حال 10 اشغال هست، ولی به این عظمت ملتی وجود داره، به این بزرگی، به این گستردگی. اینها چه چیزایی در تاریخ داشتن؟ اینها رو از خودمون نمیپرسیم. در نتیجه به هر حال بی اطلاعی و بی سوادی در مورد زبان خودمون باعث شده که ما هیچی ندونیم و به هیچی ندونسته هامون فکر کنیم که وجود نداره. حالا یکی از اینها زبان مادری خودمون در آذربایجان هستش و دیگری این که در لهجه های دیگر ترکی که یه بخشش هم استانبولی زبان دیگر، لهجه دیگری نیست، یا ترکی آذربایجان یا ترکی ترکمنستان و ترکمن صحرا، اینها عین زبان خود ماست، منتها ما چون آشنایی نداریم با زبان خودمون علمی، اونها رو فکر میکنیم که زبانهای دیگری هستن. خب جغاتای یه لهجه دیگری از زبان ترکی هستش، خیلی هم متفاوت از زبان ترکی آذربایجانی نیست، اما چون من توانایی خواندن زبان ترکی در آذربایجان و استانبول و ترکمنستان و اینها رو ندارم، فکر میکنم که اون زبان هم متفاوته، در حالی که چنین نیست. حالا اینجا دیوان لطفی و دیوان گدا به لسان جغتای، حالا اینجا بود دوباره یه چیزی گفته 981 که احتمالاً همون تاریخی که حالا نمیدونم این چه تاریخیه. اینجا با کتاب مواجه هستیم، متن کتاب رو میبینید، یه مقدار آسیب دیدگی رو هم در شیرازه میبینید، این شیرازه کتاب هستش اونجایی که دوخته شده، و هم در حاشیه میبینید. نگاه کنید این حاشیه، این کتاب هایی که به زبان به لهجه ترکی جغتای نوشته شده خیلی شیک نوشته شدن معمولا، و در خوندن اونها من مشکل پیدا میکنم به خاطر نوع خطی که وجود داره. ولی اینجا اون نقاشی، اون تابلوی سردر این کتاب رو میتونی ببینید. اینجا رو اگر این کتاب رو مثل مسجد فرض بکنید، مثل یه خونه فرض بکنید، در ورودی اون معمولا در قدیم اینجوری بوده، کاشیکاری میکردن خونه های اعیان، بالای سر در ورودیشون رو یا سر در یه کاخ رو، سر در یه مسجد رو کاشیکاری میکردن و اونجا یه چیزهایی مینوشتن. اینجا اون کاشیکاری رو با رنگ آبی میبینیم. رنگ آبی هم رنگ مورد دلخواه و مورد خواست ترک ها بوده. میبینید که جغتایی ها اغلب در افغانستان بودن، در هرات و اینجاها حکمرانی داشتن، و میبینی که کتاب رو با رنگ آبی نقاشی میکنن و اسم
دیوان رو هم اونجا نوشتن. حالا برمیگردیم اینو میبینیم، تلاش هم میکنیم که بخونیم. اینجا میبینی که آب هم رفته داخل کتاب. متاسفانه کتاب آسیب دیدگی در اینجا و در شیرازه رو میبینید، آب رفتگی رو هم میبینید. احتمالاً کتاب چند بار در شیرازه از شیرازه پاره شده. اینا اومدن چسب سریشم زدن. در گذشته من یادمه 40 سال پیش میدیدم که سریشم میزدن. حتی بقال ها هم این کتاب های مدرسه که تموم میشد، این کتاب های فارسی رو بچه ها میفروختن به یکی دو تا خرما به بقال این صفحه ها رو چیز میکرد، پاره میکرد و به هم میچسبوند اینها رو با سریشم هم یک مثل آرد بود که با آب قاطی میکردن، حالت چسبندگی پیدا میکرد، میمالیدن به صفحه و چیز. این هم همونه. در این صفحه آب رفتگی رو اینجا میبینیم، ولی بهتر مونده در این صفحه. ولی میبینیم که آب رفتگی در هر دو طرف وجود داره. اشعار رو میبینیم که کادربندی اشعار رو میبینیم. مصرع های بیت ها رو از هم جدا کردن با کادر و همچنین بین اشعار غزل های مختلف فاصله ایجاد کردن و اونجا اسم غزل رو یا یه اسم کلی براش نوشتن. اینها رو میتونیم ببینیم. صفحه کتاب 332 صفحه است. صفحه پی دی اف هم 332 صفحه پی دی اف هستش. این هم از این جهت ما میتونیم ببینیم. این حالا من برم صفحه 100 ببینیم صفحه 100 چه خبر هست. این صفحه 100 هستش، یه لکه اینجا میتونیم ببینیم و بعد بهتره، این خیلی بهتره. صفحه 200 رو بریم ببینیم. این هم صفحه 200 خیلی بهتره. آسیب دیدگی اینجا یه مقداری دیده میشه اما بهتر هستش. بریم صفحه 300 رو ببینیم. اوکی، این هم صفحه 300 خیلی بهتر مونده. معمولا کتاب هایی که به جغتایی نوشته شدن معمولا خیلی بهتر نگهداری میشن. و آخرین صفحه رو ببینیم که آیا اینجا آخر صفحه اروپایی ها کتاب رو کاملا عکس های خیلی بزرگی ازش نشون میدن با دقت بسیار زیاد. شما اینجا شیرازه رو میبینید در پایین کتاب و که دوخته شده به پارچه. این رو میتونید ببینید. حتی متوجه میشه که بارها این کتاب پاره شده و این رو دوباره دوختن. در نتیجه بین صفحات پایین خیلی فاصله بعضی جاهاش دیده میشه. این حاشیه کتاب رو، لبه کتاب رو میبینید که آسیب دیده. خود برگ های کتاب رو هم میبینید که آسیب دیدگی رو و کهنگی رو میشه فهمید. حالا از یه طرف دیگه اون پایین کتاب بود، حالا بالای کتاب رو نشون میده. میبینیم که گوشه چرمی کتاب کاملا تخریب شده. خود برگاه ها هم آسیب های زیادی دیده. همینطور میاد تا میرسه به این قسمت بالای کتاب. دوباره از یه زاویه دیگری همین کتاب رو نشون میده و اینجا پشت کتاب رو، پشت حاشیه کتاب رو نشون میده که دوباره میبینیم کاملا یه جاهایی این چرم از بین رفته، کاملا از بین رفته در این قسمت. و این آخر جلد هستش، جلد آخر جلد هستش در سمت چیز که بهتر دیده میشه. حالا این نقاشی وسط این برجسته کاری که شده بهتر دیده میشه و این آسیبدگی جلد رو هم میبینیم. اینجا صفحه داخل جلد از آخر هستش و اینجا این چند صفحه‌ای که باید خالی باشه. آب دوباره اینجا در صفحه آخر اومده و احتمالاً بخشی رو از بین برده یا نمیدونم. این دیگه از این قضیه. حالا برگردیم بریم سراغ این قرن 16 میلادی باشه دوستان، یعنی حدود 500 سال از اونجا، اینم 25 سال، حدود 500 سال این کتاب عمر داره.
قرن 15 معمولا 16 قرن 16 نوشتن، یعنی از 1501 تا 1600 رو قرن 15 میگن دیگه، 16 میگن. این قرن 16 یعنی حدوداً 500 سال، حالا یکم زیاد یکم بیشتر یا کمتر این عمرش هست. برگردیم سراغ صفحه اول کتاب و ببینیم که آیا میتونیم این خط رو بخونیم. معمولا خوندن این خط برای من مشکل هستش، اما ای iki جهان birliğinin isbatine güya ذرات جهان مظهری دا کن gibi پیدا گون gibi پیدا. اینو باید گون بخونیم. من بعضی این کون و مکان میخونم، برای همین این مشکل پیدا میکنم، ولی این گون باید باشه. ذرات جهان مظهری دا گون gibi پیدا. هم اول و آخر سین، هم ظاهر و باطن، هم مبدع اشیاسین نو، هم حی توانا. باش bir معلق ترورور امرنین بی. حالا اینجا یک کلمه نوشته که اشیدیب bir طبقاتی کم ارور خرگسی خزرا. بحر و بر ارور غرق یغمینگ انین üçün. بحر و بر ارور غرق نعمتینün آنین چون. دریاغه تکار موج تون و خارغه خارا. دریایه تکار موج تون و خارغه خارا. انواع مظاهر چمرور حسن و نگارم ما. انواع مظاهر چمرور حسن و نگاران. حالا اینجا یه چیزی بالا گذاشته که نمیدونم ته هست نون هست، نگاران باید ببینید. اسمی duruyoruz. İsmi duruyorsun siz ana hiç müsemma. Tin hüsn ilinin ağzı da tuşmay dura bin kim. Her zerre ürür vehdetinin izharine cuya. Ahmed demla ihsa ürür cün sıfatinin de fi haddi bila lütfi sena ile یا. حالا اینجا یک کلمه رو خط زدن، انشا. اینجا این کتاب تمام میشه. یه ایزن داره. حالا این بالا با رنگ چیزم اسم دیوان رو نوشته بودن داخل کاشی. این کاشی کاری نقاشی سر ورودی کتاب. اینجا ایزن رو نوشته و خب این کتاب به هر حال ترکی هستش. من در خوندن این یه مقدار خیلی زیادی مشکل دارم به خاطر خطش. اجازه بدید همینجا این رو بذاریم بمونه، انشالله یه روزی که بتونیم چیز بکنیم. تمام. این کتاب هایی که تا اینجا خونده دانلود کرده بودیم رو اینجا تمام کردیم. من برم و تلگرام رو باز بکنم و دوباره از تلگرام بریم کتابخانه نسخ خطی ترکی آذرباش کتابخانه 3 شیخ صنعان شعر. حالا اینجا یغılmış منظوم و منصور. این کتابایی که اخیراً گذاشته شیخ صنعان شعر 997 نوشته شده. مقدمة الادب زمخشری. این هم یک کتابیه که فکر کنم قبلا ما یه مقدار ازش خوندیم. خب من
این رو خوندیم. بنگ بادرم خوندیم. الیازما صحیحلری اینم این چی هست؟ این چی کتابیه؟ ویدیو hastış. Bulut Garaçörlü bugündür 6. ölüm il dönümünün bütün Türk şairler başsağlık olsun. صلوات شریف اسم یک کتاب هست. من حالا چون قبلا اینها رو دیدم یه تعدادشون رو میرم بالاتر و برم یه کتاب های جدیدی رو که در گذشته ندیدیم اون رو بتونیم اونها رو پیدا بکنیم و دیوان احمد پاشا، نمیدونم اینو دانلود کردیم یا نه، بذار دانلود بکنیم. دیوان حضرت صنعالله غیبی اینم بذاریم ببینیم که چی میشه. دیوان صنم، بذارید این دیوان رو هم دانلود بکنیم. رب اشرح حضرت فضولی. حالا این کتاب حضرت فضولی رو ببینیم چی میشه. رساله سلمی اینم یک کتاب دیگر. روگجه مولویه، بذارید اینم دانلود بشه. احتمالاً این 152 صفحه، این 272 صفحه، اینا چه فرقی با هم دارن؟ خوبه که ببینیم. سلسله نامه آل عبا، این هم یک کتاب دیگه. سورلر، این در 72 صفحه هست. سیف الایمان مختصری، این هم یک کتاب. شرحی بر کوی محمد، اینو خوندیم قبلا، معرفی کردم. شعر دفتری، اینم فکر کنم شعر دفتری. شعر صورت تقسیم، این نمیدونم، مطمئن نیستم که این بله قبلا دانلود شده. این احتمال میدم این قبلا دانلود شده چون که به سرعت این اومد و خودش رو نشون داد. در نتیجه این قبلا دانلود شده. صورت عرض حال، این حدود 250 سال پیش نوشته شده. این رو هم میزنیم. علم همای خلیل حاج اغلی، فکر کنم اینها رو فکر کنم دانلود کردیم قبلا. حالا من دوباره میرم عقب‌تر. حالا من این خیلی از کتاب ها دیگه این وسط. جراحنامه طب، این در 1870 نوشته شده. این رو از اینجا سözlük مجموعه لغت حلیمی به کوشش مسابقه رایتی فهرست نسخه، این 45436 صفحه هست این کتاب. دقت بکنید دوستان، این باید کتاب بسیار مهمی باشه. بذارید دانلود بشه. حالا ددک گورگود رو قبلا فکر کنم خوندیم. من ابراهیم ادهم شاه خراسان، قرآن عربچه ترکچه، اینو بذارید دانلود بکنیم. عربچه ترکچه قرآن جامی، این رو هم دانلود بکنیم. سözlük، قبلا من با سözlük ها خیلی رابطه خوبی ندارم برای اینکه هیچ خوندنش مشکل ندارم ولی یه مقدار به نظرم خسته کننده است برای من تو قضیه لغت ها کار نکردم. مجموعه منظوم و منصور، یک دیوان شعر هستش. تالیف منیری. علم معانی فکر میکنم اینو دیل bilgisi،
علم بدیع، قصه یوسف زلیخا. بذارید این رو هم دانلود بکنیم. محرره، ببینیم این چی میشه. رکاب همایون، علم انشا رو که دیدیم، احتمالا دوستانی که دیدیم. اخلاقیات، بذارید این اخلاقیات رو هم یه کتاب ببینیم. شرح الکنز، اینم حدود 400 سال پیش نوشته شده. مفتاح السعاده، اخلاقیات، احادیث. مفتاح السعاده فکر می‌کنم که شرح این رو خونده بودیم. مفتاح سعادت رو همین دیروز پریروز بود فکر می‌کنم، یکی از این برنامه‌های قبلی ما این مفتاح سعادت شرحش رو به ترکی خونده بودیم. سözlük، ببینید چقدر لغتنامه وجود داره. نوعی دیوان، شاه اسماعیل خطای اردبیلی دیوان حضرتleri، این هم از ایشون دانلود بکنیم. جواهر قرآن، این حدود 200 سال پیش هستش. دیوان چلبی، حلو الناصحین، این هم خیلی خیلی قدیمی نیست. حالا تلاش میکنم که از این به بعد کتاب‌های خیلی قدیمی رو بخونم. روایه من 280 علم حقایق، مرشد درویشان، قواعد الصرف که اینم غوث الاعظم ربانی عبدالقادر گیلانی، در 21 صفحه هست. عبدالقادر گیلانی، بذارید این رو دانلود بکنید. فکر کنم همین کسی باشه که شاه اسماعیل صفوی رو در بچگی آموزش داده. فکر میکنم اون باشه، مطمئن نیستم. برای همین کتابش رو چیز کردم. الان به این تاریخ ها نگاه میکنم، تلاش میکنم کتابایی رو دانلود بکنم که دیگه یه مقدار قدیمی تر باشه. این کتاب در مورد حضرت رسول، حالا احتمالاً حالت شعر داشته باشه. وصیت‌نامه حقی، فکر میکنم اینو دانلود کردیم قبلا. با این حال بزنیم اگه دانلود بشه. دوباره یه مقدار خیلی بیشتر میرم عقب‌تر، ببینیم که دوباره برکوی محمد. این دوستمون مثل من هست، بعداً یادش میره که بعضی از کتاب رو چیز کرده، دوباره دانلود میکنه. در مکنون رو بزنیم. دیل بیلگسی، این رو 66 صفحه است. عربچه ترکچه سözlük لغتنامه، شرح بهارستان، این رو بخونیم. طریق نقشبندیه، یکی از فیض قدسیه. کتاب پادشاه، حالا این هم یه داستان احتمالاً باشه. منار القمر، ببینیم چی هست. موعظه بودور، این هم یک کتاب موعظه باشه. یغلمش اسرر، تاج الدین احمد دیوانی، این رو باز بکنیم. این دیوان هم حدود 500 سال 600 سالش میشه حداقل. استرلاب رو قبلا 3-4 کتاب در مورد استرلاب معرفی شد. جوامع الحدیث، حق شکر، زبدة الصلات، شرح برکوی، قبلا فکر کنم اون رو چند بار خوندیم، معرفی کردیم. قرآن، لطیفه هم هست. یه دونه لطیفه باز بکنیم ببینیم که در چه سالی نوشته شده بوده. لطیفه جوک و اینها منظور هست. خسرو شیرین، قطب پاریس،
این کتاب در 785 قمری نوشته شده، یعنی بیش از حدود 700 سال پیش نوشته شده. دیوان نسیمی رو که فکر کنم خوندیم. لغت الانوار، این چی میتونه باشه؟ عاشق غریبی لسنم، اینم جزو اون داستان هایی که من وقتی نوجوان بودم شنیدم. قرآن ترکی رو هم باز بکنیم ببینیم اون چی هست. شواهد النبویه، خسرو و شیرین قطب پاریس که اینو فکر کنم دانلود کردیم الان. تاج الدین احمدی دیوان، این هم 840 نوشته شده، مهمه. که این کتاب ادوار لیدن یازماسه. بذار ببین این چی میتونه باشه، خارجی هست چی هستش. دیوان خطایی، این کتاب درسته که دیوان خطایی است اما 887 نوشته شده، فکر کنم قبل از حالا نگاه میکنیم ببینیم چه سالی نوشته شده. حدود 600 سال قبل این کتاب حداقل نوشته شده. ببینیم که چه. مبان اللغه، بخشی از سنگلاخ استرابادی، مجموعه رسائل، مشق اویغوری. اینو باید بنویسیم ببینیم اویغور میتونیم یه مقدار از این. گلشن اسرار، حالا اینم کتاب جالبی باید باشه، فکر کنم که مربوط به شبستری، مرحوم شبستری باشه. بهجت اللغت، برینلی وصیت‌نامه. این چی هست؟ بذارید اینم دانلود کردم ظاهراً که به این سرعت باز شد، احتمالاً اینم دانلود شده قبلاً. احتمال میدم بله همین باشه، دانلود شده باشه. استرم، این کتاب استرم چی هست؟ ای طالب ای برادر. بذارید اینو نه این دانلود شده قبلا. ای طالب ای برادر این قبلا دانلود شده، نمیدونم خوندیم یا نه، حتما خوندیم احتمال میدم. خب من فکر کنم همین تعداد کتاب کافی باشه. فقط یک بار دیگه کیفیت صوف، بذارید این کتاب رو، به نظرم جالب در اومد. مثنوی 997 در سال 990 حدود 450 سال پیش نوشته شده. بذارید دانلود بکنیم. اینم محلتی و محبت الفابلک. بذارید ببینیم این چی میشه. این هم دانلود بکنیم. قصه حضرت موسی رو هم اینجا هست. دیوان حقی، دیباچه ملهمه. Öğütlerim. Öğütler نصایح، öğütlerim. این در 1934 نوشته، حدود 100 خورده ای سال پیش نوشته شده، ولی این öğütler جالب هست. بذارید اینو دانلود بکنیم ببینیم چه نصایحی داشته. رساله جبریه رو 1300 نوشته شده.
بذارید دانلود بکنیم. این مفهومش برای من جالب اومد. طب اسلامی رو دانلود بکنیم. اینو قبلا دانلود کردیم. خب این چی؟ این کتاب مربوط به نظامی است. این خط رو نمیتونم بخونم، دانلود نمیکنم، اگرچه وقتی اسم نظامی میاد قانون نامه 1031 این هم جالب خواهد بود. 1031 مقتل فکر میکنم یه دونه خوندیم و خب ببندیم. این همه کتاب دانلود کردیم، نگاه بکنید اینجا هر 6 تا در هر سطر داره. 1 2 3 4 5 6 7 8 40 تا کتاب دانلود کردیم. اگه هر روز بتونیم یه دونه بخونیم 40 روز طول میکشه که اینها رو تمام بکنیم. و جالب اینه که حالا 40 برنامه طول میکشه این کتاب ها رو بتونیم باهاش. دیوان احمد پاشا شروع میکنیم، از همین اول از سمت راست شروع میکنیم برای آشنایی با این کتاب ها. ببینیم که چی داره میگه. اینگار که این کتاب باز نمیشه. You can't open this file. چرا این فایل رو نمیتونه باز بکنه؟ این یه مشکل هستش. این کتاب رو نمیتونه باز بکنه، حالا شاید به هر دلیلی. من اینو چند بار میزنم که باز بشه. امیدوارم که بتونه هر دفعه یه مقدار پیشتر بره جلوتر تا بتونه اینو باز بکنه. کامپیوتر ولی اونجوری نیستش، همیشه یه ایراد که بهش برمیخوره دیگه نمیتونه اون رو باز بکنه. این برای اولین بار یکی از این کتاب ها دیوان احمد پاشا باز نشد. دیوان حضرت صنع الله غیبی. ببینیم این چی هست. اینم باز میشه یا نه؟ کتاب های امروز مثل این که باز نمیخوان بشن. بله اینم باز نشد. این هم کتاب دوم. اینایی که باز نمیشن رو دیوان صنم. بذارید ببینیم این چی. نه، یه مشکلی ممکنه وجود داشته باشه با کامپیوتر من. من اینها رو میخواستم دیلیت بکنم، دیلیت نکنم بمونه برای فردا، چون کامپیوتر رو ریستارت بکنم احتمالاً اینها قابل خواندن خواهد بود. رب اشرح لی. بذار ببینیم. نه اینم نمیتونه باز بکنه. احتمالاً یه ایرادی برنامه کامپیوتر من پیدا کرده که این رو زورقچه مولویه. خب این کتاب بالاخره باز شد. مثل کتاب‌های قبلی یه نگاهی به وضعیت ظاهری کتاب میندازیم. 3. قسم کبار مولویینون تراجم احوالینه زورقچه مولویه. حالا اینجا یه کلمه بود اینجا که نتونستم بخونم. این خیلی دستخط خاصیه. نگاه کنید دوستان. این در 152 صفحه کتاب در 76 صفحه PDF اومده، برای اینکه در هر صفحه PDF ما 2 صفحه رو میتونیم ببینیم. خوندن این کتاب خیلی سخته، برای اینکه باید خیلی وقت بذاریم و اینها رو بتونیم باش آشنا بشیم با این دستخط. از طرف دیگر این کتاب جدیده،
یعنی خیلی قدیمی نیست، برای اینکه به نظر من اینجا میاد خطوط ما آبی رو میتونیم ببینیم. چی میگفتم به این دفترها؟ طراحی، فکر می‌کنم دفتر طراحی میگفتن اینا، در مدارس و دانشگاهی که طراحی مثلا مهندسی میکنن یا نقاشی رو میخوان یاد بگیرن، روی این دفترها آموزش میدن. فکر می‌کنم این خیلی به خاطر این تکنولوژی که در طراحی این دفترها وجود داره، از رنگ آبی استفاده میکنن و خیلی مربع‌های کوچیکی داره، فکر می‌کنم این کتاب جدید باشه. خب اینم از این میذاریم. این رو به 2 دلیل، البته میتونیم تلاش بکنیم برای خوندنش. یکی دو تا کلمه وسط چیز دیدم، نه ترکی هستش. این 152 صفحه. خب برگردیم اول ببینیم آیا میتونیم بخونیم. مولوی‌نun کبار مولوی‌nun تراجم احوالی بیمه 3. دفتر 1020. من اینجوری دارم میخونم 1020 خوندم، ولی بذارید بریم ببینیم که رحمت الله دده حضرتلری داره در مورد بزرگان مذهب یا طریقت مولویه که یه نوع فکر، یک نوع رفتار، یک نوع درک از دین اسلام بوده، داره در مورد بزرگان اون حالاتشون رو از زندگیشون خلاصه می نویسه. رحمت الله دده حضرتلری. اصلا روم ایلی سیروز فسیه اهالیسی فساسی یا خطسی احتمالا باشه، سیروز خطسی اهالیسینه اولوب تحصیل و علم ایله محللerde امام و خطیب ایکمه سیروز خانگاهی شیخی عرفای مولویدن ادنا ددیه بیر نقصا مظهریت ازلی جذب اولونجه دائره معارف مدارلرنده اقامت مراید حالا اینجا پر صفوت اولانا شرب عالی نه قلمز. خب میبینی که یه مقدار خیلی سخته، ولی دوستان خوندنش خیلی سخت نخواهد بود. حالا در برنامه‌ای که زنده هست یه مقدار نمیشه خیلی راحت این رو خوند، باید 1-2 صفحه رو خوند و با خطش آشنا شد. خط خیلی سختی نیست. حالا اینجا من چله طریقه متعاقب امامت و خطابتی ترن ادورن ادنا ددنن به لفظ و خانگاهینه نقلنده مقامه استخلاف و بعد زمانه اسکوب و حالا اینا دیگه کلماتی که من نمیتونم بخونم، خیلی هم خلاصه نوشته شده. از این کتاب بگذاریم. سیف الایمان ببینیم که چی هست. این کتاب باز شد، شکر خدا. این جلدش رو میتونیم ببینیم دوستان. بذارید ببینم اینجا چه خبره. 44 دقیقه گذشته و من این هم دوباره دستنویس
خیلی چیز هست، ایمان مختصری، شعب الایمان مختصری چی میشه این؟ سیف الایمان مختصری. اوکی اینجا ولی یه نقطه اینجا، احتمالا همین مال سیف هستش، نقطهش رو اینجا گذاشته. ایمان چی هست؟ اینا رو داره ترجمه میکنه. ببینیم که این کتاب 362 صفحه هست، در 181 صفحه پی دی اف اومده. بذارید ببینیم میتونیم آیا حالا یک چند تا صفحه رو نگاه بکنیم. فکر کنم اینها بیشتر الان به نظرم میومد که اینها فهرست باشه، ولی فهرست نیست. این نوعی خاصی از چیز هست، مثل دایره المعارف یا لغتنامه هستش که لغت ها رو یکی یکی می نویسه و اینها رو تعریف میکنه. جالب خواهد بود. این کتاب جزو کتاب هایی هستش که میشه در تعریف مفاهیم بهش استناد کرد. خب من برم صفحه مثلا 50 پی دی اف ببینم که 50 پی دی اف چه خبر هست. همون وضعیت. بریم صفحه 100 پی دی اف ببینیم که این هم همون وضعیت هستش. بله. و بریم صفحه 150 پی دی اف. همون وضعیت هستش. اینجا یه مقدار اثر انگشت یا هر چی بوده، احتمالاً شوربا خورده و دستش آغشته بوده، زده به کتاب. و آخر صفحه رو بریم. این هم صفحات آخر، هیچ تاریخی هم دیده نمیشه. برمیگردیم اول ببینیم که این کتاب جالب چی میگه. سیف الایمان مختصری، مختصر اون سیف الایمان هستش. یه کتابی بوده احتمالاً، یا اینکه خودش نوشته. سیف میدونی که به معنی شمشیره. شمشیر ایمان چی میتونه باشه؟ اینکه شما با کلمات کلیدی آشنا بشید. ایمان یخشدی زیاده خاصتler خصلتlerdir. Yaxşıdeme ziyade خصلتlerdir. ایمان. حالا این یخشد چی هست؟ این رو نمیتونم بخونم. یخشدر زیاده خصلتler. وقت اطلاع. حالا اینجا این کلمه اگه بتونیم این رو، این حالت مه رو بخونیم دیگه، این چیز رو هم میتونیم بخونیم. وقت اطلاع. اینو میشه ق خوند، این حالت نقطه بهش بدیم، ولی حالا بذاریم ببینیم چی میشه. وجه اطلاق دلایل ایمان و امارات ایگان. اینم نت میتونه باشه، بس نون میتونه باشه. این اگه ایگان باشه، اینم اطلان معنی نداره به نظرم. اینم یخشدن. بذار پس دلایل ایمان و امارات ایگان علمور حسبیلدر یا اولور حسبیلدر. حالا علمور هم میتونه باشه، اولور هم میتونه باشه، حسبیلدر. حقیقت ایمان تصدیق قلبیدر. حالا اینجا رو تونستیم بخونیم. حقیقت ایمان تصدیق قلبیدر. خود ایمان چی بود؟ یخشدمه زیاده خصلتlerdir. وجه اطلاق یعنی ایمان اطلاقش رو اگه بخوایم دلایل ایمان و امارات ایگانه اولور حسبیلدر. حقیقت ایمان چیه؟ تصدیق قلبیدر. امام ابو حنیفه اقرار باللسان. حالا ایمان رو چی میگه؟ اینجوری
ایمان رو میخواد تعریف بکنه، از زاویه های مختلف بهش نگاه میکنه. ایمان اول اینجا میگه حالا هرچی هست اینو میگه زیاده خصلتlerdir. احتمالاً مثلا yaxşıdan زیاده خصلتlerdir. حالا این ترکی چی هستش؟ مثلا عبادتن زیاده، مثلا به معنی خصلت خاص. خصلتler یعنی یه چیزایی که ما بهش عادت کردیم باش رفتار میکنیم، خصوصیات. وجه اطلاق ایمان به چی است؟ دلایل ایمان، امارات ایگان اینجا احتمالا یعنی ایمان آوردن، و اولور حسبیلدر. حقیقت ایمان چی است؟ تصدیق قلبه. اون از زاویه های مختلف داره این ایمان رو خیلی خلاصه تعریف میکنه. امام ابو حنیفه در مورد ایمان چی گفته؟ گفته اقرار باللسان جزو قلمشتر. ایشون گفته که اقرار باللسان هم جزو ایمان هستش، یعنی باید به زبان هم بگی. اینجا چی گفته؟ اینجا رکنیت چی هستش؟ اقرار باللسان جزو و رکن اوتی الامر باطنی اولا تصدیق نه دلالت ده اقوا. حالا اینجا این ته هست، دستلیت نوشته اوتندندر. اوتن جمع وطن باید باشه. حالا یه آدمی اینجا ابو حنیفه یه حرفی گفته بود، اینجا هم رکنیت احتمالا این باشه. رکنیت ایمان چی است؟ اقرار باللسان جزو و رکنی اوتا امری بالباطنی. رکن اوتا احتمالا اوتا عطا شدن، البته اون عطا با چیز هستش، اوتیه داده شدن احتمالا باشه. امر باطنی اولا تصدیقه دلالت ده اقوا اوتندندر. دوباره از همین اوتا هستش. این اوتا هرچیه اوتسی هم میتونه باشه. اقرار باللسان جز و رکن اوتسی امر باطنی اولا تصدیقه یاد اولا تصدیقه دلالت ده اقوا اوتسیندندر. اگر اینو اوتسی بخونیم اینا میشه اوتسیندندر. cehennemde muhaddir olanlar. این احتمالاً جهنمه مخدر olanlar. این چی میتونه باشه نمیدونم. مشرن و معطلدر یا قرن و معطلدر. این چی میتونه باشه؟ جهزه. بعضی کلمات رو هنوز نمیتونم بخونم، بریم ببینیم چی میشه. قرن و معطل دور. تعریف ایمان biz ضرورت ثابت اولا امورون. این نون هستش دوستان، این بالا هم اینو باید باطنی اولا تصدیقه دلالت دور. اینجا هم اولا باید بخونیم، بگیم که biz ضرورت ثابت اولان امورون جملسی. حالا من اینجا جمله میخونم، این رو مثل هجله نوشته شده ولی جمله میخونم این رو. به ضرورت ثابت اولان امورین جملسی تصدیقی دور. جملسی یعنی خلاصه. چی گفت؟ ایمان رو تعریف ایمان. حالا تا اینجا در رابطه با ایمان یه چیزایی گفت ولی من بعضی کلمه ها رو نتونستم بخونم. اینجا تعریفشو به ضرورت ثابت اولان امورون جملسینی تصدیقی دور. تمام. مکلفه واجب اولان.
چی هستش؟ هر مشروعی، اون بالا پایینم احتمالا مشروع بوده باشه، بذار ببینیم. نه مشروع نیست، این مشرن و معطل، حالا اون میتونه باشه ولی نه، این که مشروع نیست. مکلفه واجب olan چی هست؟ هر مشروعی بلوب آنا جره اعتقاد و رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم تابعت eylemektir. چه چیزی واجبه بر مکلف؟ یعنی اون که به سن تکلیف رسیده. مکلف کسی که به سن تکلیف رسیده. هر مشروعی، مشروع شرعیات قانون، عربی امروزه به معنی قانون هست. هر مشروعی بلوب آنا جره به خاطر اون مشروع اعتقاد و رسول الله صلی الله تعالی علیه و سلم تابعیت، متابعت، اینم باید بخونیم متابعت ایلمکدور. اینجا اینو باید این حالتی که دیده میشه اینو متابعت بخونیم، میم بخونیم. حالا اینجا دوباره میتونیم برگردیم و بعضی از چیزها رو بخونیم. مقلدین ایمان. من اینو اینجوری میخونم، میخونم این رو. حالا اینجا بعضی جاها باید به تدریج برگردیم و بخونیم. مقلدین ایمان صحیحدür. مقلدین ایمانی یعنی مقلد یه کسی که تقلید میکنه. آیا ایمان اون چیز ایمانش چه شکلیه؟ میگه صحیحدür ولکن اسم olur یا آثم olur، گناهکار هستش. یعنی چی؟ این خیلی معنی عجیبی داره. میگه که تقلید جایز هست اما گناهکاره کسی که تقلید میکنه، برای اینکه باید خودش بتونه متخصص بشه. خود این خیلی حرف مهمیه. احتیاط چی هست؟ در ایمان احتیاط رو میگه اصول دینی ده احتیاط لازم دور. واو، این خیلی حرف عجیبیه. احتیاط اصول دینی ده، در اصول دین احتیاط لازم هست. من این برای اولین بار میشنوم، در حالی که در چیزهایی که تا الان خوندیم، در کتابهایی که در ایران خوندم، در جایی که امروز ایران نامیده میشه، اصلا یه چنین دیدگاهی وجود نداره. لازم و ضروریه و چیز هست، ولی اینجا میگه که نه، اصول دین ده، در اصول دین اون ستایی که اکثریت مسلمان ها قبول دارن و اون دوتایی که شیعه قبول داره، میگه که احتیاط لازم هستش. دار اسلامی ده جهل. نگاه کنید خیلی چیز میکنه، خلاصه مینویسه دار اسلامی ده جهل. دار اسلام یعنی در کشور، در جاهایی که مسلمان ها زندگی میکنن. حالا بعضا به پایتخت گفته میشه، مثلا استانبول یا مکه یا مدینه یا مثلا تهران یا نمیدونم جاهای مختلف، اینها گفته میشه دارالاسلام جهل. وزر اجا ماز وزر اجا چی اولماز. وزرا ماز، نمیدونم این چی میتونه باشه. ایمان کامل چی هستش؟ اعتقاد جنانی و عمل ارکانی دور. اعتقاد جنانی، جنان قبلا در مورد جن و جنین و جنت و اینها حرف زدیم، گفتیم که به چیزی گفته میشه که پوشیده هست، مخفیه. اعتقاد جنانی یعنی اعتقاد درونی که برای دیگران مشخص نیست. و عمل ارکانی دور، و ارکان عمل به ارکان هستش، رکنها. این ایمان کامل به این هست. اسلام وجه اسلام چی هست؟ شرکدن حذر، این نون هستش. اینجا هم گفتیم که برگشتیم و گفتیم که نون هست. شرکدن حذر و اعتقاد جواره ایله قیام دور. و اعتقاد
هوا ایله قیامدür. اینجا شرکیدن، حذر کردن. اسلام چی است؟ اسلام دوری کردن از شرک و اعتقاد. من اینو جوارح میخونم اما جوارح نیست. اعتقاد سوره ایله قیامدür. بر اساس اعتقاد هم عمل کردن. قیام اینجا به معنی عمل کردن هستش. احسان فی العمل چی میشه؟ حسن و ذاتیه جهد وصفی ile qeydüdür. الحاقدür. احسان فی العمل یعنی چی؟ یعنی حسن ذاتیه. یعنی چی؟ یعنی حسن وصفی الحاقدür. خیلی خلاصه نوشته، خیلی خلاصه تعریف میکنه کلمات. احسان خودش چی است؟ اسلامون شرطی و قیدیدür. مؤمنه واجب olan چی هستش؟ اعمال شرعیه ملازمتدür. حاضرن یا ظاهرن و باطنن. این ظاهر باید اینجا بخونیم. مؤمنه واجب olan اعمال شرعیه ملازمتدür. ملازمت یه دائما انجام دادن بدون وقفه انجام دادن اعمال شرعیه هستش، ظاهرا و باطنا. قلب چی هست؟ قلب مؤمنده قلب و سایر اعضاء و خونه عذاب یقدر. قلب چی هستش؟ مؤمنده قلب و سایر اعضا و خونه عذاب یا یقدر. نمیدونم این چی میتونه باشه. بعضی از کلمه ها رو هنوز نتونستم باهاش چشمم عادت بکنه که چی هست. ایمان، خود ایمان چی هست؟ سبب سعادت و علم باقی کمالدür. خیلی خلاصه نوشته، درچه نمیشه کاملا فهمید که چی هست. ایمان سبب سعادت و علم باقی کمالدür. عذاب چی هستش؟ من اینو عذاب میخونم، اینجا هم عذاب خوندم. بذارید هر کسه حالینه göredir. عذاب چی هست؟ هر کسün حالینه göredir. عذاب نسبت به هر فرد، حال و احوال هر فرد عذاب خاص خودشو داره. واو، خیلی این حرف جالبیه. عذاب، این کتاب در این خلاصگی کلام چه معانی زیبایی رو داره میگه. کاش بتونم این کتاب رو بخونم. واقعا اگه بتونم این کتاب رو بخونم از اول تا آخرش رو میخونم، برای اینکه خیلی حرفای جالبی داره میزنه. عذاب هر کسون حالینه göredir. شعبه کلبه حالا آن، اینجا یک کلمه هستش که دوباره چی هست نمیدونم. ایمانون اعلا مرتبسی. ببینید این ایمان رو چه شکلی نوشته، ایمانون رو چه شکلی نوشته. حالا داره یواش یواش چشمم عادت میکنه که بتونم این کتاب رو بخونم. ایمانون اعلا مرتبسی شهادت دور. ادنا مرتبسی، نگاه کنید این مثل ارنی هستش. ادنا مرتبسی طریق مسلمیندن ازا و صفایی ازاله دور. جفایی، ازا و جفایی ازاله دور. ایمانون اعلا مرتبسی چی هستش؟ مرتبه اعلای ایمان چی هستش؟ اول شهادته. شهادت هم دو تاست، بیشتر نیست. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد عبده و رسوله. ادنا مرتبسی، مرتبه پایین ایمان، طریق مسلمینه ادا یا ازا
و جفایی ازاله دور. اعلاش اینه که شهادت بدید، ادناش اینه که ادنا مرتبسی طریق مسلمیدن ازا و جفایی ازالت من. از راه مسلمان ها اون آزار و اذیت و جفا رو ازاله کردن هست، دور کردن هست، پاک کردن هست. یعنی از پیش پای جامعه مسلمانان اون چیزایی که موجب اذیت و آزار و جفا به مسلمان ها میشه اون رو از بین ببرید. این ادنا مرحله، پایین ترین مرحله ایمان هست، بالاترین شهادته. خیلی مسئله جالبی رو داره میگه. شعبه سبدیه، شعبه جدیدیه چی میتونه باشه؟ این جدیدی الله تعالی ذات و صفات مطلق دور. بذار ببین اینجا چی میگه. توکوز نس ندور چی؟ اول کسی. حالا شعبه مبدعیه، مبدعیه یعنی ابداع کننده الله رو میگه. شعبه مبدعیه من به نظرم اینجوری میخوام الله تعالی ذات و صفاتی مطلق دور. صفات الله تبارک و تعالی ذاتش و صفاتش مطلق هستن، اما میاد اینجا میگه که توکوز نسنه دور، 9 تا نسنه هستش، مفهوم هستش که داخل پرانتز اول کسی یک کمیش شماره بالا هم یک گذاشته. حالا به تدریج احتمالاً میاد اینجا. بذار ببینیم این 2 رو کجا گذاشته. اینجا 2 رو گذاشته، البته این 3 هست، 2 رو یه جای دیگه گذاشته. پس اول در مورد ایمان صحبت کرد، حالا اومد در مورد صفات و ذات الله صحبت میکنه که اینجا ما 1 رو دیدیم. حالا میخونیم ببینیم بعد 2 هستش. این 9 تا رو میخواد بگه. توکوز نسنه دور شه، یعنی اون ذات و صفات الله 9 تاست که اول کسی وجود صانع ایمان دور. اول کسی وجود صانعه ایمان دور. ایمان به وجود صانع. صانع کسی که صنعتکار، ایجاد کرده، صنع کرده. خدا رو صنعتکار میدونن. خمینی هم یه حرف جالب گفت، اولین کارگر خدا بود که زمین رو، موجودات رو ایجاد کرد. اونم یه حرف جالبی بود که از خمینی شنیدم، در تفسیر سوره حمد بود. اینجا میگه که وجود اولین چیزی اینه که اون صفات خدا رو داره میگه. اولیش اینه که به وجود صانع ایمان دور. ایمان بیاریم که صانعی وجود داره که این جهان رو صنعت اوست، کاردستی الله هستش. اظهار. حالا اظهار چی؟ میگه الله تعالی مخلوقات اسم نور نتیجه سیده اظهار ایلمشتر از نورنون نجلی سیندن. اظهار چی؟ میگه الله تعالی مخلوقاتی اسم نورن نجلیسیندن، تجلیسیندن. حالا شروع شد اظهار ایلمشتر. تمامی مخلوقات رو الله تبارک و تعالی از تجلی نور اسمش اظهار کرده. اظهار کرده روشن کردن، خلق کردن. اینجا به معنی خلق کردن هستش. اظهار نمایش دادن، حتی ظهور کردن، ظاهر کردن. اظهار به این معنی هستش. اینم تجلیسیدنن. این نون رو اینجوری نوشته در آخر. افتخار، احتمالاً افتخار باشه. حالا بذاریم ببینیم این چی میشه. جمیع ناس حق تعالی ذاتنده و صفا و خسائره و بقاسنده محتاج دور. خب جمیع ناس حق تعالی ذاتنده، در این که ما وجود داریم، این جسممون، ذاتمون، و صفاتنده
و بگاسنده در صفاتمون بلندی و کوتاهی و طول و عمر و اینها، در اینها زنده موندنمون اینها و بگاسنده بقا زنده موندنمون محتاج اون هستیم. اینجا پس این افتخار نمیشه، افتگار یه چنین چیزی باید باشه. این کلمه رو هنوز نتونستم مفهومش رو بفهمم. پس این هم در اون مورد. عالمون خلقی اسما و sıfatının مراتبی اظهار içindir. عالمون خلقی برای چی این عالم رو خلق کرده؟ میگه برای اینکه اسما و صفات الله رو مراتبش رو اظهار بکنه. مثلا رحمان و رحیم و اینها رو که میگه اینها، این اسما و صفات الله برای این هستش که مراتب اسما و صفات الهی رو با خلق زمین و آسمان ها و کهکشان ها و سیارات و کون و مکان اینها رو به وجود بیاره. عالم خلقی، چرا عالم رو خلق کرده؟ برای اینکه صفات و اسماء خودش رو، مراتب صفات و اسماء خودش رو نشون بده. اینم از این. عدم تأثر، این چیه؟ حق تعالی عالم وجودندن متأثر olmamıştır. این مه هستش، olmamıştır. حالا تازه دارم با این خط آشنا میشم. حق تعالی از وجود این عالم، از این عالمی که شده متأثر نشده. عدم تأثر یعنی این که مثلا خدا این رو خلق بکنه، مثلا ضعیف بشه، قوی بشه، مریض بشه، خوشحال بشه، ناراحت بشه، میگه اینها رو نداشته. حق تعالی عالمون وجودندن متأثر olmamıştır. قطب الاقطاب، احتمال میدم قطب الاقطاب باشه. و سلطان ستر vücubun suretinin olmasından nas her asrden bir ücedir خاطر olurlar. حالا اینجا یه مقدار این سطر رو سخت خوندم و متوجه نشدم، چون این قطب الاقطاب من میخونم این رو، ولی اگه اقطاب بخونیم این باید این ته دسته دار باید دسته داشته باشه، نداره. حالا من ولی با این حال قطب الاقطاب میخونم این رو. و سلطان ستر وجوبن و سلطانın ستر vücubun suretinde olmasındandır. Nasün her asırda birer üzerine خاطر olunur. حالا این چی میشه نمیدونم، این کلمه رو اصلا نتونستم بخونم. ستر vücubun ve sultanın ستر vücubun suretinde olmasından nas، میگه که این پوشیده بودن اون سلطانیت الله بر این مخلوقات که گفت، این واجبه تا مردم هر عصر، ناس هر عصر بیرر. حالا اینجا چی هست؟ خاطر olurlar یا بله خاطر باید باشه، خاطر olurlar. حالا تره رو هم اینجوری می نویسه. ikinci، اون اولی که شماره بالا گذاشته بود یک چی بود؟ اظهار. وجود صانع ایمان دور، ایمان به این مراحل بود، یعنی با این مراحل باید ایمان وجود داشته باشه. ایمان خودش مراحلش این هست. ikinci توحید دور، کی
دومین مرحله اون 9 تا این توحید هستش که صفات جلالی اصلی‌دür. صفات جلال، حالا میگن که خداوند چند تا صفات داره، صفات جلالیه داره، صفات نمیدونم رحمانیه داره. اینو میگه که این صفات جلالون اصلی‌دür، اصلش این صفات جلال هستش. حالا بذار ببینید چی میگه. bu sıfatın dahi asli، این صفات جلال چی هستش؟ لا اله الا الله کلمه‌سی‌دür. اولی اینه که لا اله الا الله میگه یک کلمه است. این البته لا اله الا الله یه جمله هست، ولی در اسلام به جمله کلمه گفته میشده. bir کلمه diyeyim یعنی یه جمله بگم، یه مقدار حرف بزنم. در خانه یک کس است یک حرف بس است، اونجا حرف منظورش که یعنی یه جمله. bu صفاتون دقیق اصلی، اینا چی هستش؟ لا اله الا الله کلمه سود، اصلش کلمه لا اله الا الله هستش. این صفات جلالیه است. بعدش چی هست؟ الوهیت. این البته یه چیزی اینجا نوشته که نمیتونم بخونم، ولی الوهیت، تبود الوهیت، نبود الوهیت احتمال، حقن الوهیتی صفات سلبیه ثابت‌دür. میگه الوهیت الله، صفات الوهیت حق با صفات سلبیه اش ثابت هستش. حق تعالی، خود حق تعالی چی هست؟ جمع و جهان محال‌دür. حالا این چی میتونه باشه این کلمه؟ جسم و جسمان، میتونیم اینجوری هم بخونیم، جسم و جسمانه olur محال‌دür. اگه بتونیم این کلمه رو بخونیم، این البته اینجا ه رو خوندیم، این ه هست، ولی اینجا اوهور، اوهون. جسم و جسمان olur محال‌دür. میگه حق تعالی جسم و جسمان باشه محال هستش. من اینو اولور خوندم، اولور. یهود و نصارا، این چی میگه؟ مجرد کلمه شهادت یترمک ایله مسلم علماز ادیان سائره و بطری سائره‌دن بطری ایله یکتی بیانه لازم‌دür و اسم نبی صلی الله علیه و سلم بالمک شرط‌دür. حالا اینجا یهود نصارا چی میگه؟ مجرد کلمه شهادت گترمک ایله مسلم علماز، به مجرد اینکه فقط شهادتین رو بگه میگه نمیتونه مسلمان باشه. ادیان سائره‌دن تبری ایله باید از ادیان دیگر تبری بکنه، یعنی از یهودیت و مسیحیت یا هر دینی که داره باید از اون هم تبری بکنه، بگه من ازش بیزارم، جدا میشم. تبری ایله یکنی بیانه، حالا این یکنی من خوندم ولی احتمالاً یعنی بیانه لازم‌دür. یعنی این یکی نیست، یعنی جدید، بیان جدیدی لازمه. و اسم نبی صلی الله علیه و سلم بالمک شرط‌دür. حالا باید اسم حضرت رسول رو هم بدونه. بالمک شرط‌دür. توجه عوام، من اینو عوام میخونم، یا توجیه عوام، لا معبود الا الله دور. توجه عوام چی هست؟ لا معبود الا الله، به غیر از الله هیچ معبودی نیست. البته ما دیگه پول رو عبد پول هستیم، عبد سرمایه دارها هستیم، عبد کسایی که دارای قدرت هستیم. ما دروغ میگیم لا اله الا الله و به غیر از الله
الهی نیست، ولی وقتی که از این آدم هایی که قدرت دارن، پول دارن، در سیاست هستن، در مجلس هستن، در دولت هستن، استانداری و فرمانداری و پلیس و اینها میترسیم، اینجا اونها میشن معبود ما. این که در اسلام میگه لا معبود الا الله، لا اله الا الله، یعنی که به غیر از الله هیچ کسی اطاعت نکنیم مگر اینکه در راستای اهداف دین اسلام باشه و جامع باشه. و گفتن که جامعه بدون دین میتونه باشه ولی بدون عدالت نمیتونه. خواص اون توجیه عوام بود. حالا این خواص چی هست؟ یا توجه عوام، توجه خواص، توجیه خواص. حالا این چیه؟ خواص اینو خوندیم لا مقصود الا الله دور. اگر آدم های تحصیل کرده دینی و فلان و اینها میگه لا مقصود الا الله، هیچ هدفی قصدی جز الله نداشته باشن. قصد مال دنیا، زن دنیا، بچه دنیا، اولاد دنیا، شوهر دنیا، نمیدونم باغ و ویلا و ماشین و هواپیما و اینها رو، پول و سرمایه اینها مقصود اصلی نباشه. نه اینکه نباشه اونها مقصدی باشن برای رسیدن به الله. فرقش اینه. عدم خواص الخواص یا توجه خواص الخواص. حالا در میان خواص یه خواصه هایی هستن که دیگه خواص دارن. اون چیه؟ میگه لا موجود الا الله، بدونه که هیچ موجودی در این جهان به غیر از الله نیست. تو و من هم جزو اللهیم، این میز و صندلی هم جزو اللهه. این حرف دیگری هست. نگاه کنید. اون و تازه تانره، اون و تانره شرن خفی واردور تازه یکدور. اون اول و تازه. حالا من اینجوری میتونم اون و تازه، اون و تازه هم میتونیم بخونیم، یعنی حالا ببینیم چیه. اون یعنی قبلی، تازه یعنی جدید. حالا اینجا یه چیزی نوشته که شرف میتونیم بخونیم، شرن هم میتونیم بخونیم، شرن هم میتونیم. خفی خفز واردور تازه یقدور. این نمیدونم چی میتونه، معنیش نمیفهمم. تازه رو میتونیم بگیم که یعنی چیز جدیدی وجود نداره. کلمات رو معنی میکنه. ما در اینجا üçüncü، اون صفات سوم، حیات ایماندور. حیات یعنی زیستن، زندگی، زیست. یکی از اون نقطه صفات و ذاتی که صفات ذاتی که الله داره، یکیش هم حیات، یعنی زنده بودن الله هست. حالا اینا چیه؟ اینا هم صفات خاص خودش داره. صفتی چی؟ صبرت صفتی anda zat ile anun zatiyle qaim bir ma'nadır. Ki sıhhat ve ilm ve kudreti mevcudidir. Mucidir. Muci یعنی ایجاد کننده. حالا اینجا این کلمه رو هنوز نتونستم بفهمم که صفتی آنون ذاتی لقائم. حالا این هر چیزی هست که با ذات الله قائم هستش، بیر معنا دور، یک معنا هستش. حیات، حالا اینجا بگیم که حیات، این حیات، بله حیات رو مثل ه و وا و ت نوشته، ت دو نقطه، مثل هدایت آخرش، نه هدایت نه، تا تعنیس دیگه میگیم. حالا من چجوری بگم؟ حیات صفتی یعنی اون صفت زنده بودن، این حیات باید بخونیم. آنون ذاتی لقائم بیر معنا دور، این
صفتی که بگیم زنده بودن الله، میگه قائم به ذات الله هستش. آنون ذاتی ایله، آنون یعنی خدا الله، آنون ذاتی ایله قائم bir معنادور که صحت و علم و قدرتی موجودیر. یعنی اون همراه با این حیات بودن، حیات داشتن، زنده بودن، همراه با صحت، علم، قدرت. بیریدور هم میتونیم بشیم، بیریدور اینو موجیدور خوندم، بیریدور میشه خوند، یعنی یکی هستند، جدا نیستند. ما یکی نیستیم. ما وقتی به دنیا میاییم دوستان، در این مغز ما هیچ چیز زیادی نیست. یه صداهایی که از شکم مادرمون شنیدیم اونو داریم، به اضافه اون غذاهایی که مادرمون خورده، اون عطر و بویی که شکمش رفته، بعضی از حرکت‌های اون رو ما تو حافظه‌مون داریم، به اضافه اون چیزی که دی ان ای و ژن و اینها با خودشون میارن داریم. خب ولی حافظه ما یه حافظه عقل نداریم. در اصل ما اول که متولد میشیم عقل نداریم، به تدریج این عقل از جامعه میگیریم. یعنی اون سخنانی که میشنویم و اون چیزایی که میبینیم ذهن ما رو، عقل ما رو تشکیل میده، پر میکنه. هر چقدر ما بیشتر بدونیم، بیشتر بخونیم، بیشتر تحت تاثیر دیگران باشیم، بیشتر بشنویم، بیشتر ببینیم، بیشتر مسافرت بکنیم، بیشتر این عقل ما بزرگتر میشه، عقلمون بیشتر میشه. عقل ما به میزان کلمات و تجربه ها و شنیده ها و دیده ها و احساسات و خورده ها و چشیده ها و بوییده ها و لمسه های که کردیم هستش، به همون اندازه هست. کتابایی که خوندیم و اینها، چیزایی که شنیدیم، عقل ما به همون اندازه. یعنی هر روز عقل ما اگر تحت تاثیر کتاب ها باشیم و سخنانی رو بشنویم و چیزهایی رو ببینیم و جاهای جدید مسافرت بکنیم، عقل ما بیشتر میشه هر روز. یعنی نسبت به روز قبل بیشتر میشه. جزو صفات ما نیست. ما با این عقل متولد نمیشیم. صحت ما هر روز تغییر میکنه، علم ما هر روز تغییر میکنه، قدرت ما هر روز که بزرگتر میشیم بیشتر میشه و هر روز که پیرتر میشیم کمتر میشه. بیریدور یعنی این صفات علم و حیات، زنده بودن الله، با اون صحتش و با علمش و با قدرتش یکی هن، جدا از هم نیستن، ولی مال ما جدا از همه. ما ممکنه عقلمون زیاد باشه، علممون هم مثلا تو یک رشته تخصص علمی داشته باشیم، تو یک رشته، نه همه رشته ها، و قدرتمون نداشته باشیم، مریض باشیم. ممکنه صحتمون چیز باشه، ممکنه صحت داشته باشیم اما قدرت نداشته باشیم. ممکنه که قدرت داشته باشیم، صحت داشته باشیم، علم نداشته باشیم، یا در یک رشته خاصی علم باشه. ولی خداوند الله تبارک و تعالی در یک رشته خاصی، مثلا در فیزیک و شیمی و نور و نمیدونم گرما و خلق زمین و خلق انسان تخصص نداره، علم نداره. در همه چیز علم داره از نظر مسلمان ها. اجسامیده حیات طبیعیه واردور چی بخاریله دور. حالا اینجا یه مقدار دمنه درون بخاری لدور اجسامیده حیات طبیعیه واردور. این اجسام در حیات طبیعی هستش، در زندگی طبیعی هستش که البته نگاه بکنید یه جا حیات رو با ت دسته‌دار نوشته، ببخشید با ت دو نقطه نوشته در بالا، حیات ایماندور. در یه جا با حیات با ت تأنیث نوشته
و در یه جایی دوباره با ته نقطه دار نوشته، 2 نقطه نوشته حیات طبیعیه واردور کی دومدن بخاریله دور. حالا این چیه؟ کلمه رو نتونستم بخونم. حیات ذاتیه. این حیات ذاتیه چی هست؟ جمیع اشیاء واردور، در جمیع اشیاء ده واردور، در همه اشیا وجود داره این حیات ذاتیه. ما هم داریم، میز هم داره، اینا ذاتشون یه حیاتی دارن، یه هستی دارن. و آنون واسطسیله دور ایله ارتباط، حالا ارتباط bulunmuştur. البته اینجا یه نون هم هستش، bulunmuştur. و به خاطر اینکه این اشیا حیات ذاتی دارن، این چیه؟ این هوریله جوریله ارتباط bulunmuştur. حالا اینجا این حرف رو هنوز نتونستم، این شکلی که داره می نویسه هنوز نتونستم باهاش ارتباط برقرار بکنم که این چی هست. خب بریم، من فکر کنم الان بیش از 1.5 ساعت که داریم چیز میکنیم. بریم صفحه، از هر صفحه 1-2 جمله رو بخونیم، نه دیگه خیلی زیاد. بریم صفحه، این گفتش صفحه 50 PDF رو بخونیم، خیلی دیگه زیاد طولش ندیم. این صفحه 50 امور، حالا اینجا 2 تا ایزن گذاشته، یعنی قبلا یه چیزی گفته اون رو داره اینجا چیز میکنه. ایچینجی طبقه سی، حالا این چی بوده؟ ایزن گذاشته. جانیه بی استقبال استثال küfrüdür. امور وحدانیه‌ای استثال küfrüdür. تهنی. حالا دیگه دوباره افتادیم به چیز دیگه، قطع شد. حکمت مخالف şeyleri تخی küfrüdür. این تخی هستش، سخی هستش، چی هست این رو هنوز نتونستم. این هم کفره. حکمت مخالف şeyleri تخی küfrüdür. تخی اگر خفی مثل چیز باشه، تخفیف کردن، اون چیزهایی که مخالف حکمت باشه اونها رو تخفیف کردن کفر هستش. حقیقتا و یا حکمن یعنی چی؟ هلاکی موجب şeyler haram ve mahturdur. حقیقتا و یا حکمن، هلاکی موجب şeyler، اون چیزایی که باعث هلاکت باشه، حرام و محظور داره احتمالاً باشه. سبب خلقت عبادت خالق دور. مشروع معنی مشروع چی هست؟ اولش گفتیم، میگه bu معنادن وصوفه خادم اولان şeyler مشروعdur. bu معنانın vasfına خادم اولان şeyler مشروعdur. نمیدونم چی. نامشروع bunun عدم وصوفه باعث اولان şeyler نامشروعdur. اینجا دوباره میبینیم که چیز گذاشته، همین ایزن رو اینجا گذاشته که یعنی بالایی هرچی هست این پایینم هست. bunun عدم وجودine باعث olan şeyler، اینو باید وجود بخونیم. bu معنانın وجودine خادم olan عبادت، این عبادت اینجا میگه مشروع چی هست؟ bu معنانın یعنی عبادت خالق دور. bu معنانın وجودine خادم olan şeyler مشروع دور.
هر چیزی که برای عبادت به خدا بیاد خدمت بکنه اون مشروع هستش. نامشروع چی هست؟ بونون یعنی همون عبادت خالق دور، اونون عدم وجود نبائس اولان شیلر نامشروع دور. اشیاء صافعه چی؟ دافعه هستش، رافعه هستش. اشیاء رافعه سی اباحت اصل دور. زاره دهی دگلدور. حالا اینجا یه چیزی نوشته که رافعه سی، احتمالا رافعه، اینجا هم زارسی دگلدور. اباحت دوری کردن، پرهیز کردن اصل دور. ضرر یا بالفعل و یا بالقوه دور. ضرر دو نوعه، یا بالفعل یا بالقوه هست. مرمات ایله معالجه، یا من اینو مرمات میخونم، مرمات یا به چی نمیدونم. ضرورت فوریدن دور. ضرورت فوردن دور. حکیم حاضقدن اخباری لدور. حالا بریم صفحه بعد، صفحه 100 PDF ببینیم که اونجا چی هست. کتاب خیلی جالبیه، این رو خیلی خلاصه تمامی اون کلمات اصلی در اسلام رو تلاش کرده که به طور خلاصه تعریف بکنه و این در نوع خودش بی‌نظیره. تعذیب یا تهذیب، این هم میتونه تهذیب باشه هم تعذیب باشه. حالا ببینیم چی میگه. انسان کندی نفسی دنیادن نه وجهیله تعذیب ادر ایسا بیر برزخته و حشرده اول وجهیله مزرب اولسه گرک دور. تعذیب چی هستش؟ احتمالا تهذیبه. انسان کندی نفسینی دنیاده نه وجهیل تهذیب ادرسه ادر ایسا، دوباره اینو تکرار کرده، ادر ایسا برزخته و حشرده اول وجهیل مزرب اولسه گرک دور. انسان در دنیا هر جوری که نفس خودش رو تهذیب بکنه، یعنی بگیم تربیت بکنه، راه ببره، این یه درصد در برزخ و در روز حشر قیامت به همون شکلی که باشه این مزرب میشه یا محذب میشه. اینجوری هم میشه خود محذب میشه، به همون شکل واجب هستش. میگه به همون شکل اومدش، محذب این بهتره، به جای مزرب محذب بهتره. بوجینه جنایت، ببینیم این چی میشونه باشه. من جنایت خوندم، احتمالاً بوجینه جنایت یعنی چی؟ جرأت علی الله دور. جنایت جرأت بر ضد الله هستش. تلوین دلردن ناشی دور. تلوین دیلدن ناشی دور. تلوین یعنی رنگارنگی، تلون هم میشه خون ولی تلوینه. تلوین دیلدن ناشی دور. این دورنگی جرأت به خدا، میگه این از اون چیزی که در دل هستش میاد. چارسی چی هستش؟ چارسی گرک دور که معنای صبر و ثباتده و تمکیندن، استهلام یا استهتام بلمق و آفاق مصادره اتیکجه و آفات مصادره اتیکجه صبر ایلمک و اهل علم ایل مجالسه ادر
ادرن قرآنی ل دردینه مداوات و مرزینه معالجه ایلمک ایله تحییات پذیر المقدور. اینم از این چاره اون کار چیه که در به خدا جرأت نکنید، اینه که گرک دوشه معنای صبر و ثبات ده و تمکینیدن استحکام بولمق. استحکام اینو بخونیم بهتره. و آفات مصادره اتیکجه، آفات مصادره اتیکجه صبر ایلمک. اگر آفتی بیاد و بیماری های بیاد به صبر بکنه ایلمک. و اهل علمی ایل مجالسه ادرن یعنی حالا اتمک یعنی ادرک، اینو که بخونیم حالت همزه. و اهل علمی لمجالسه ادرک قرآنی ل دردینه مداوات و مرزنه معالجه ایلمک ایله نجات پذیر المقدور. حالا اینم از اون که جرأت به خدا نکنیم اونو تعریف کرده. بریم صفحه 150 PDF ببینیم که اونجا میتونیم یه چیزایی بخونیم. میبینید که میشه خون دوستان، خیلی سخت نیست، باید وقت صرف کرد و کتاب رو از اول تا آخر به تدریج خوند. وقتی بخونیم با این حرکت قلم نویسنده که منحصر به فرد هستش مثل اثر انگشت آشنا شد و بعد اون رو خوب فهمید. حالا من از این ور اون ور میخونم قطعا خوب خیلی سخته و اینکه در 1 ساعت هم انتظار داشته باشیم که بتونیم با یه خط یه نویسنده که منحصر به فرده و چند صد سال پیش زیسته آشنا بشیم یه مقدار ادعای بسیار بزرگ و غیر عقلانی هستش. طلب فلاح چی میشه در این صفحه؟ اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. الهی قوم و دوستان و فامیل و ملت من رو راهنمایی بکن که آنها نمیدانند. لا یعلمون، اونها نمیدونن کجا باید برن. این چیزیه که دعاییه که ما هر روز این رو میخونیم که خدایا ملت ترک در ایران رو به راه درست در بیار که اینا نمیدونن راه درست چیه. موجبینجا یعنی بر اساس به موجب این آیه فلاحی طلب ایلمک حکمت اقرب دور. بر اساس این آیه فلاح رو طلب کرد. فلاح به معنی آزادی. فلاح رو طلب اتمک حکمت اقرب دور، به عقل نزدیکتره، به حکمت به غیر از عقل هستش. حالا اون چی میتونه باشه بیا و درستش کن. غبطه چیه؟ جایز دور. غبطه جایز هست که غیره و یرالان نصحت که بی کندینه دخی نعمت استمک دور. میگه که غبطه جایزه. غبطه خودش چیه؟ میگه جایز هستش چه؟ غیره وریلان نعمت چی؟ کندیه نعمتی کی؟ کندینه دخی نعمت استمک دور. غبطه چیه؟ میگه غبطه اون نعمت هایی که به غیر داده شده و تو نداری اونها رو برای خودت هم بخوای. حسد چیه؟ اون نعمت هایی که به دیگران هست در تو هم هست اون رو بخوای از دیگران از بین بره. حسد اون هست. ولی غبطه میگه جایز هستش که غیره وریلان نعمت گبی کندینه دخی نعمت استمک دور. اون نعمت هایی که به دیگران داده اون رو برای خودت هم بخوای. گبی اینو باید بخونیم. نعمت گبی اون نعمت هایی که مثل اون نعمت هایی که به دیگران داده شده اون رو برای خودت هم بخوای. جواز حسد 2 yerdə دور. 2 yerdə میشه 2 جا میشه حسد کرد.
کجا؟ حالا این حسد رو چه معنی کرده؟ کاش بتونیم اینو پیدا بکنیم. بذارید ببینیم میتونه. حسد، این بالا حسد رو معنی کرده. حسد چی هست؟ خود این نویسنده dört نجس تخلی عن الحسد دور. درد نجس چی هست؟ تخلی عن حسد دور، از حسد خالی شدن. از نجس، درد نجس هستش. حسد چی هست؟ غیره وریلان نعمته یا گوت مسترب علوب زوالی دیلمک دور. میگه اون نعمتی که به دیگران داده شده و غیره وریلان نعمته یا باگوب نگاه کردن، مسترب شدن، مسترب علوب، باگوب مسترب علوب. حالا دارم یواش یواش آشنا میشم. باگوب مسترب علوب زوالی دیلمک دور، آرزو کردن زوال اون نعمت در اون انسان دیگر هستش. مثلا سلامتی داره، پول داره، سرمایه داره، زمین داره، زن و بچه داره، زندگیش خوبه، شاد هست، عاشق، معشوقش هم اونو دوست داره، اینها رو بخواد از اون بره، از بین بره. حسد اینه. فقرون بلاسی غنادن بلاسینه اشد دور. غنانون بلاسیندن اشد دور. میگه بلای فقر از بلای غنا اشدتره. میگه یعنی میگه که هر چیزی که شما دارید اون بلایی هست. فقرون بلاسی، بلای فقر چی؟ غنانون بلاسیندن، از خود غنا هم بلاهایی داره، ولی میگه بلای فقر از اون بلای غنا شدیدتر و بدتر هست. غنی آسیسیندن. حالا آسیسیندن، غنا آسیس چی هستش؟ آسی میگه طاعت، امور طاقت وصول دور. زیرا شاید نعمت yüzünden منع انتقال و شکرینه اقدام eder. نعمت فی الجمله رحمت دور. فقر مکتسب احتمالاً باشه. مکب دیگه الله تعالی التجا الی المخدور. فقر مکب احتمالا اینجوری باشه. فقر مکب دیگه دن فقر مکب احتمالا فقر مرکب باشه دوستان. مرکب نه نیست، مکب هستش. فقر مکب چی هست نمیدونم. دن الله تعالی التجا الی مخدور. اولان نعمتون زوالی الین میوب شانینه موافق دعا اتمک اولادور. اولان چی هستش؟ نعمتون زوالی الین میوب شانینه موافق دعا ایلمک اولادور. حالا اینجا اومد حسد رو چی بود اینجا گفتیم که ما اومدیم این رو بفهمیم، رفتیم یک چیزای دیگر رو خوندیم. غبطه رو خوندیم، جواز حسد. دو جا میگه جواز حسد هستش. بیریسی یک، اینجا بالا یک، در پایین دو. بیریسی دخی، اینم دو. یعلم علم ادنون حالی. تعلیم علم ادنون حالی، کسی که علم آموزش میده به حال اون حسد بکنی که چرا من نمیتونم تعلیم علم بکنم. خیلی عالیه. مثلا چرا من فلسفه نمیدونم. اینجا میگه حسد خوبه. نمیدونم. بیرسی دخی مال حلالدن صدقه یا تستمه ادنون شعنی دور. حالا این صدقه هستش ولی یه جوری نوشته که تستمه یا تصدقه ادنون
شعنی دور. میگه اون کسی که مال حلال داره و از اون مال حلالش صدقه میده، صدقه به معنی نیکی کردن در حق دیگران، نه اینکه مثلا رفع بلا بکنیم، مثلا حالا این صدقه رو بدیم رفع بلا بشه، این نه، این صدقه نیست. میگه از مال حلالت یه پولی رو برای دیگران به نیکی بدی، با نیت خوب بدی، نه با نیت اینکه دفع چیز بکنی از خودت. در اینجا هم میگه حسد لازمه. حسد صفات زمینیانون اشدی دور. حسد بدترین صفات بدهاست. ارباب حقایق اندینده شفره برابر دور. حسد در نزد بزرگان حقیقت مثل برابر با کفر هستش. اینجوری گفته اینو. خب بریم صفحه آخر رو بخونیم. صفحه آخر دیگه ببینیم چی هستش. این صفحه آخر اول ذنوبون اشدی یعنی چی؟ حالا قبلا یه چیزی رو اینجا صحبت کرده بوده. اشدی سلب ایمان و توحید. بعض ذنوب واردور چی؟ آنون عقوبت آخر نفس ده سلب ایمان و توحید دور. نعوذ بالله. میگه بعضی از گناهان هستش که اونها باعث میشن وقتی انسان میمیره اول ایمانش و بعد توحیدش از دستش بره، بعد بمیره. نعوذ بالله. اشد اون گناه چی هستش؟ اینجا اینو میخواد بگه. میگه اول ذنوبون اشدی دعوای ولایت و کرامات düşüp الله تعالی üzerine افتراء etmektir. میگه اشد این گناه ها که باعث از دست رفتن ایمان میشه و وحدانیت الله رو انکار میکنه اینه که آدم بیاد بگه آقا من دعوای ولایت بکنه، بگه که من ولی فقیهم، من ولایت دارم، من از طرف الله امام 12 هستم، من با الله رابطه دارم و کرامات دشوب. میگه که ادعا بکنه که من کرامات دارم، معجزه میکنم، نمیدونم فلان. الله تعالی üzerine افترا etmek diyor. به خداوند افترا ببنده. من در خواب دیدم که اله شد بله شد. ایمان da bir yere ve bir khaneye benzer. ایمان bir teliye ve bir khaneye benzer. ایمان به یک تله و به یک خانه میمونه. یعنی چی؟ آنون گاپوسی و ایکی مطرعی شهادتین تلفظ etmektir. ایمان bir تله و bir خانه benzer. خب ایمان شبیه یه خونه و یه تله هستش. آنون گاپوسی و ایکی مطرعی، حالا این مصرعی شهادتین تلفظ etmektir. حالا این چی میتونه باشه؟ در این خونه و ایکی و مصرع و دو مصرع اون چیز شهادتین تلفظ etmektir. ارکان بیت، ارکان بیت 4'dür. یا ارکان نیت هم میتونیم بخونیم ولی اینجا بیت بیشتر خونده میشه. صلات و زکات و سیام و این بیته، نه نیت نیست، بیت هستش. 4 تا، یکی نماز، زکات، روزه و حج دور. قوت و استحکام یا قوت و استحکام. شهادتین و ارکان کمال بلور. شهادتین و ارکان کمال بلور و kemaligini قائم olur ise sair ecza ve furu dahi ona göre قوت و استحکام بلور. پس قوت و استحکام شهادتین به چی هستش؟ شهادتین ارکان کمال بلور. خود ارکان کمال با شهادتین به وجود میاد و کمالغنی قائم اولور ایسا. اگر
کمالغی قائم به وجود بیاد سایر اجزا و فرو دخی آنه جرأت قوت و استحکام بود. اونا هم بر اساس اون شهادتین میتونن عقلی تام اولانلر، عقلی تام اولان اونا که عقلشون کامل شده. یعنی چی؟ گفتیم که هیچ کسی عقلش کامل نمیشه و حتی ممکنه زایل بشه. نصیحت قبول عقل اونی که از عقلشون کامله میگه نصیحت قبول ادوب عمل ادرلر، اینا نصیحت رو قبول میکنن و بر اساس نصیحت عمل میکنن. و مخلوق در گورتلورلر و مخلوقدن گورتلورلر و از مخلوقات رها میشن، خودشون رو از مخلوقات رها میکنن، مستغنی میشن از چیز. با اثری جمعه باعث اولان، اون شخصی که باعث شده این اثر رو جمع بکنه اسمش چیه؟ شخصی محمد بگ سپاهی دور، اسمش بوده محمد بگ سپاهی. محمد بگ سپاهی شخصی بوده که این باعث شده این کتاب رو این آدم به این شکل خلاصه جمع‌آوری بکنه. خیلی کتاب مفیدیه در اسلام. من هیچ کتابی به این خلاصگی و به این برندگی ندیدم. حالا درست و غلطش حرفی نیست، ولی اون برندگی و درستی کتاب، متن کتاب خیلی 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 خلاصه و هر کلمه رو جداگانه در ارتباط با کلمه قبلی تعریف میکنه. و این کتاب، با خوندن این کتاب آدم میتونه با مفاهیم دینی اسلامی آشنا بشه، حتی مفاهیم اجتماعی که امروزه چخ یایگن هستند، همگیر هستند. خب ما نتونستیم این 5 کتاب قبلی رو باز بکنیم، رفتیم آخرین کتاب رو باز کردیم. حالا من تلاش میکنم که برای روزهای بعدی این 5 کتاب رو باز بکنم. روز خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم. امیدوارم شما هم برید کتاب ها رو دانلود بکنید، تلاش بکنید به